سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 27 نوامبر. مقامات شهر سنت پتربورگ روسیه پدر و بیبی طفلی تاجیکی را که مرگ او سر و صدای زیادی را در روسیه برانگیخته از خانه‌شان بیرون کردند. مهر نیسان نظرov و بیبی عمرعلی نظرov روز 27 نوامبر به رادیو آزادی گفت نمایندگان دادستانی و خدمات مهاجرت شهر سنت پتربورگ به خانه اجاره آنها آمده و گفتند که خانه را ترک کنند زیرا برای زندگی موافق نیست. حالا بیبی و پدر عمرعلی رستم نظرov در خانه اجاره یکی از نزدیکان دیگر خود جا گرفتند. کورپایی که می پشیدم اونور آوردم خونه یا جیانم در موندگیم یکونجا کوارتیر بمونه پل داریم نه چی من نمیدونم من این وقتی که همی گوده کم خیلی یکون تایما یکونجا کار نمیکنیم بچه مایدخکی کار میکنه 600 700 اویلگ میگیرم پرادکت هم میخریم خلاص. عمرعلی نظرov 5 ماهه را روز 14 اکتبر ماموران میلیسا از دست مادرش که به دلیل رعایت نکردن مقررات اقامت دستگیر شد گرفتند و بعد چند روز جسدش را برگرداندند. شب در نورداران آرام گذشت ولی صبح 27 نوامبر خبرنگاری ما از آنجا گزارش شد که انتقال نیروی برق به این محله قطع شده است. در آنجا دو پاسگاه دیگری میلیسا را گذاشتند و تمام محله زیر نظارت نیروهای پلیس قرار دارد. اوضاع آنجا آرام است و شورای پیرانسالان محله و رئیسش گفتند که اگر حکومت بخواهد ما با آنها گفتگو میکنیم. ولی دادستانی آذربایجان گفته است که آنهایی که در تیراندازی شب گذشته شرکت کردند افراطگرایند و دادستانی با افراطگرایان مذاکره نمیکند. دادستانی گفت نسبت به افرادی که شب گذشته در عملیات دستگیر شدند پرونده جنایی باز کردند. در مناقشه شب گذشته 4 نفر از اعضای گروه وحدت مسلمانان و 2 نفر از کارمندان پلیس کشته شدند. همچنین 14 نفر دیگر را دستگیر کردند. اصلاحات میلیسیا را قبول کرده است و عین زمان اجرای آن ادامه دارد. با وجود آنکه ساکنان تاجیکستان در صورت سرزدن جنایت و یا مشکل حقوقی به ماموران میلیسا مراجعت میکنند ولی با آنها اعتماد زیاد ندارند. جالب این است که مقامات وزارت امور داخلی و دادستانی جزئیات عملیات را آشکار نمی‌کنند و کسی در این باره و به خصوص درباره سبب‌های عملیات دقیق چیزی را نمی‌داند. ساکنان یک محله کناری شهر باکو روز 27 نوامبر است مقامات وزارت نورداران عملیات انجام دهند. وقتی آنها به محله وارد شدند به سمت آنها با کلاشنیکوف تیر انداخته و نارنجک پرتاب کردند. حادثه شب 26 نوامبر نمی‌شود اما بسیاری‌ها چنین فکر می‌کنند که هدف بازداشت طالب باقرزاده رهبر گروه وحدت مسلمانان است که ثبت نشده است. با گفته ایده دیگر اگر طالب باقرزاده را می‌خواستند دستگیر کنند با او دعوتنامه رسمی می‌فرستادند. 14 نفر دیگر از جمله رهبر گروه را دستگیر کردند. دادستانی آذربایجان گفت این گروه با نام وحدت مسلمانان و انجام عملیات‌های سراسری تروریستی می‌خواسته است آذربایجان را ناآرام کند. مقامات انتظامی ولایت سوغد میگویند برای جلوگیری از افزایش جنایتکاری در ولایت یک گروه دائما عمل کننده کاری تأسیس می‌دهند. شریف نظرزاده سردار ریاست امور داخلی ولایت سوغد در جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق گفت تقریباً 30% جنایت‌ها در تاجیکستان در 5 سال اخیر در ولایت سوغد صادر شده است. در 5 سال 985 پرونده جنایی آغاز شده است. فقط سمت تروریسم اکستریمیسم. بنا به آمار رسمی در ولایت سوغد سالهای اخیر جنایتکاری از جمله قتل و کشتار شامل شدن به حزب و سازمان‌های تندرو رو به افزایش آورده است. امسال تنها در همین ولایت به ازید 109 جوان سوغدی با اتهام پیوستن به حزب و سازمان‌های افراطی پرونده جنایی باز کردند. پرویز نظرov آوازخوان معروف تاجیک البوم نوی را با نام مکیداما یا امک در خانه وارد بازار کرد. البوم آوازخوانی مقیم قزاقستان و زبان‌های تاجیکی، شغنانی و روسی ایجاد شدند. البوم نو از 13 سرود و 9 ویدیو کلیپ عبارت است و سرود نخستینش تاجیکیست و بیگو چرا نام دارد. پرویز 23 سال است که در قزاقستان زندگی و کار می‌کند و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.